آقا سلام. امروز بدون هیچ مقدمه بهش میگفتن بله امروز اومدی بریم سرباز آمریکایی بشی و از روی تامنیل و اینا فهمیدید سرباز که یعنی سربازی که قراره بشینیم رو جنگنده و بریم یه بمب بندازیم و فرار کنیم. بله تنکیو به خودم. آمریکایی نشده بودیم که شدیم، همه چی داریم میشیم دی بشیم کلن. آقا لایک و دنبال چیه؟ دنبال چیست؟ ببخشید عذرخواهی میکنم آقا، بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. خب بچه‌ها، بله من دو مرحله اولش رو رفتم که ببینم داستان چیه و قشنگ بازی کردم که قشنگ بفهمم، قشنگ بیام بزنم برم. خب مرحله 3 شو قراره برم خدا، بعد ببینیم چی جوری بخوایم ما بازی رو شروع کنیم. خیلی چیزا رو ما باید هدف قرار بدیم و بزنیم. دمش گرم. ببین ما الان اینجوریم، اینجا زده چه غلطی باید کنیم؟ مثلا آخه 2 تا تیر آدما به چیز میرن، اینا تیره. اصلا مگه اینو میشه زد؟ همه تیره تموم شد کنش. خب بایده. وای بعد تر زدم بچه. وای زیاد، خیلی وای. بالا هم جون اون چیزیه که ما قرار باختیم. خیلی سخته بچه. مرحله هاشو بهتون نشون بدم اصلا میگید بابا این که راحته و فلان و اینا، ولی او واقعا او. آقا بریم یه بار دیگه، اینو جدی میخوایم بریم به نام خدا. این سری جنگی اینا رو میزنیم. 1 2 خب 1 2 بخور بچه ها. بخور کنم من تو شرایط جالبی نیستم الان. چرا همش داره میخوره پشتش؟ زدن. اوه هواپیما هم رسید. هواپیما. سلام پیما. سلام هواپیماه. اوه دارم میزنن همینجوری. حاجی اصلا کاری نمیتونم. هیول. به نظرم میخواد چند تا مرحله اولیشو بریم بهتون نشون بدم که داستانش از چه قراره. کل پولمو خرج کردم. ببین من مرحله 2 شو میخوام بهتون نشون بدم. مرحله 1ش خیلی راحته. مرحله 2 شو بهتون نشون میدم. میبینید اون پایین زده که مثلا چه دشمنایی دارید و فلان، نه چی باید محافظت کنید. اون جنگنده بی تو 2 تا میزنه، از این ور 2 تا میزنه، از این ور 2 تا میزنه، یه دونه. مرسی. یه دونه دیگه از اینجا میزنه، یه دونه دیگه. خب اینجا تانکا رو مورد هدف قرار میدیم، از این ور مورد هدف قرار میدیم. دشمن اینم بقیه دشمنامونن که از همینجا میزنیم. ایزی. یه دونه هم از این ور میزنیم. نه نخورد. بیا یه دونه دیگه، یه 2 تا دیگه از اینجا میزنیم با 2 تا دیگه. ببین این آدما 2 تا بزنی میمیرن. 2 تا تیر 2 تا بزنی واقعا منطقی بود، یعنی 2 تا زدن مردن. درجا گفتن من 2 تایی ام. ببینید اینجوری با تیر بزنید، یه موشک هم بفرستید بخور. این موشک ها احساس کنم اصلا تأثیری نداره، نمیدونم چرا. آقا بله دیدید دیگه، میبینید این اینجوریه و سر همینی که هیچی همین جوریه دیگه. و میگم ما مرحله 3 اصلا یه چیز فرایی اصلا نمیتونیم. مرحله 3 خیلی واقعا سخته، زیاد سخته. ببین نباید یه دونه اشتباه بزنم حتی. بخوابید. بخواب.
بخواب دیگه بابا، بخواب برادر من، بخواب برادر، تموم شو. آها مرسی. بخواب. وای همش خورد پشتش، باختیم دوباره. خیلی سخته، اصلا نمیشه رفت. و هواپیمای اون بالا رو که اصلا ولش کن، پیشکش اون یه تیکه اون بالا چی جوری میخوایم بریم نمیدونم. این خیلی سخت، اصلا امکان نداره اینو بریم، به نظر من امکان نداره، جدی دارم میگم. ببین بیا، نگو که نمردی. دوتا از این ور، دوتا بخواب. این دیگه میخوابه، نخواب. بخواب. این دیگه میخوابه، نخواب. بخواب دیگه برادر. تانکیو. بخواب. بخواب دیگه بابا، تموم شد. یه تیر دیگه تمومه. وای داره اعصابم داره خورد میشه دیگه، بدونی از شدت نشدن. واقعا فکر نمی‌کردم اعصابم خورد بشه. بریم آقا یه بار دیگه، ایرادی نداره بچه ها، تکراریه دیگه. بریم آقا، اینو رفتیم تمومه. آها تو موندی؟ خب خدا. چه اتفاق؟ کی؟ بچه رد کردیم، چیزی عادیه. چی شد نمیدونم، رد کردیم ها. ببین نه رد نکردیم. ستاره داد. داستان چیه برادر من؟ خب ببین خوبه الان، تا اینجا خوبه که ما حداقل یه چیزی رو فهمیدیم بالاخره تو بازی، یه چیزی رو متوجه شدیم بالاخره دیگه. میدونید منظورم چیه؟ که حداقل دیگه مطمئن شدیم میتونیم با همین تعداد قبلم ما برنده بازی باشیم، برنده این نبرد تنگ تو تنگ باشیم. خیلی تنگه واقعا نبرد. بخواب. مرسی. بخواب. ای یه دونه دیگه. بخواب دیگه بابا. مرسی. بخواب. برادر. شما بخواب. مرسی. الان تا اونجا که ما فهمیدیم یه لانچر موشکی اینجا میاد و بعد اینو بزنیم. اول این مگه میخوره اصلا مگه چیزیش میشه؟ اصلا چیزیش نشد. آخرین شانسمونه، بریم امتحان کنیم و بشاشیم توی این بازی که اینقدر استغفرالله. این کیه؟ تو کی بگو.
کی برادر؟ این کیه بابا؟ بزنین یه تیکه. این کیه بابا؟ برو بمیرید بابا. واسه آدم خود میشه یکی رو حواس اصلا معلوم نی برای چیه وسط بازی که اونجوری از اونور یهو یه لانچر موشکی در اومد. ایول. آقا مرسی که اینجا ویدیو همراه من بودید. اگه بودید من حوصله‌ام سر رفت. چرا دارید میبینید تا الان؟ آقا لایک کنید. تو یه ویدیو دیگه فعلا خداحافظ.